بچم اقلا خوراک رو خور. مادر جان التماس مرا آرام گذارید. السلام علیکم. و علیکم سلام. بیا چی شد؟ تینجی است؟ رفیقت 3 روز باز به همین خانه در آمدم نمیبراید. کلین رو جوابش رو داده به من است. نگاه کن، خودت در آمدم یک گپ نزنی نمیشد. حاضر خودم گپ زدم میبرایم. چی شد دوستان؟ من الکی مردم. تنها رفته گوراندنت لازم. عقلت در جایش؟ خودش چی گپ شد؟ این خیلی آدم بر این گپ زده فهماند؟ افسوس که شما فرزنددار شده نمیتوانید. چرا؟ در شما تغییرات گرمانی شده است در کودکیتان. در کودکی هم شده باشد حاضر تبابت کرده می شده کیست؟ تبابت کرده میشد اگر شما را تا 12 سالگی به طبیب می آوردند. افسوس که در کودکیتان به شما به اعتبار شدند. از این سبب ارگانیسمتان از حالت افزایش مانده است. این را برقرار کرده نمی شود. اکنون دیر. همسرت را چرا جواب دادی؟ او چی گناه داشت؟ او گناه ندارد. یک حیات از مردی که یک حیات فرزنددار شده نمیتواند با دیگرش خوشبخت شدنش بهتر است. با آنها یگان گپ نزدی؟ با آنها چی میگویم؟ با گناه شمایان فرزندتان اولادتان را دوام داده نمیتوند میگویم می؟ یا اینکه به همه شما گناهکار گویم می؟ پدر و مادرم با؟ من در میان آتش موندم. دوستم به فرزندانت با اعتبار باش. انا اکنون باشد رفت. بخشش. وای وای داداش